سلام، خیلی خوش اومدیم به قسمت 13 از پادکست هایچیا. من خانم دکتر بهاروند هستیم. خانم دکتر ممکنه توضیح هم در مورد خودتون بدین، معرفی بکنید، ممنون میشم. سلام خدمت دوستان که پذیرای ما شدن در این جلسه. من پریا بهاروند هستم. اگه بخوام از اول بگم، ورودی 86 داروسازی عمومی توی دانشکده شهید بهشتی بودم. 92 فارغ التحصیل شدم. 93 مجدد تو رشته داروسازی بالینی وارد دانشکده داروسازی تهران شدم و اونجا دوره رزیدنتی رو گذروندم. سال 99 فارغ التحصیل شدم. یه دوره‌ای رو به عنوان تعهد توی وزارتخونه توی دوره استاندارد معاونت درمان مشغول به کار شدم، ولی همزمان با قبولی تو رشته MPH دانشگاه ایران تغییر شغل دادم و الان به عنوان مشاور فارماکوویژیلنس در شرکت ارکید فارمت مشغول فعالیت. خیلی هم عالی. و سوال بعدی اینه که خانم دکتر شما اصلا برای چی داروسازی رو انتخاب کردین؟ خب بچه رشته تجربی همیشه آتش 3 تا رشته رو دارن دیگه، رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی. خب برای اونم دارم تلاش میکنم. من واقعیتش خیلی راغب رشته پزشکی نبودم، ولی همیشه به دنبال تحصیل تو رشته دندانپزشکی بودم. واقعیتش خب تو زمانی که ما کنکور دادیم تغییر سهمیه 70/30 باعث شد که رتبه من برای قبول تو رشته دندانپزشکی تهران کفایت لازم رو نداشت و من خب تو رشته داروسازی قبول شدم. هرچند قبلش خب من به شدت علاقه‌مند رشته شیمی بودم. خب با تجربه قدرت مدیا که اون زمان خیلی مثل الان مدیاها رواج نداشت، خب ما خیلی هم کانسپت ذهنی خاصی در مورد رشته داروسازی آیندهش نداشتیم. فقط فکر می‌کردیم که رشته داروسازی به شیمی باید خیلی علاقه داشته باشی، پزشکی باید به زیست شناسی علاقه داشته باشی. با اون کانسپت ذهنی تازه وارد دنیای جدیدی میشی که بعد می‌بینی که اصلا ماجرا خیلی متفاوت است. اون چیزی هست که تو دوره دبیرستان، دوره نوجوانی داری بهش فکر می‌کنی. اینطوری شد که من وارد رشته داروسازی شدم و خب میگم با ورودم رشته داروسازی کم کم علاقه‌ام به رشته داروسازی خیلی بیشتر شد. به این نتیجه رسیدم که انتخاب درست من همون رشته داروسازی بود. اولا هم برگردیم بازم داروسازی آره، اگه بخوام شرایط اجتماعی، اقتصادی یا چیزای دیگه فاکتورهای مخدوش کننده رو بذاریم کنار، صرفا به علاقه توجه کنیم، آره رشته داروسازی. خیلی هم عالی. و اینکه چالشی با درس داروسازی داشتیم در طول این مسیر؟ ببینید رشته داروسازی خب رشته‌ایه که خیلی باید برش درس بخونیم. نسبت به رشته دندانپزشکی و پزشکی محتوای تئوری که باید تا فارغ التحصیلی پاس کنیم خیلی بیشتره. خب رشته شیمی دارویی همیشه بچه‌ها، نمیدونم الان هم همینطوره یا نه، همیشه خب دانشجو باش چالش داشتن، سخت بود. رشته دارودرمانی یا محتوای دارودرمانی همیشه شیرین بود. حالا بحث علوم پایه رو بذاریم کنار، ولی خب میگذره دیگه. رشته ها سخته، پرچالشه، ولی قابل انجامه و بعضیا شیرینه. رشته فارماسیوتیکس خیلی رشته شیرینیه که همیشه در حین خوندن ازش لذت میبریم. ممنونم. و اینکه فعالیت دانشجویی در طول مسیرتون داشتین؟ بله، من خب یه خورده دانشجوی پر جنب و جوشی بودم، یعنی خیلی دوست داشتم که چند بعدی باشم. صرفا اینکه بخوام به درس تمرکز کنم خیلی مورد دلخواه من نبود. در واقع خیلی دوست داشتم تو کار اجرایی وارد بشم. خب از همون موقع دانشگاه‌ها پذیرای کمیته‌ها یا سمینارهای دانشجویی بودن که سالانه برگزار می‌شد. تیم اجرایی معمولاً از دانشجو انتخاب می‌کردن. ما تو تیم اجرایی، کادر اجرایی فعالیت می‌کردیم. نشریه‌ای داشتش که توی دوره عمومی ماهنامه یا فصل بود، در خاطرم نیست، به اسم پیشاران. خب ما اونجا تو هیئت تحریریه بودیم، مطالب علمی رو می‌نوشتیم و با کمک همدیگه حالا نشریه رو به چاپ می‌رسوندیم. بعد من نماینده ورودیمون بودم. خب خیلی دوست داشتم که این کارا رو انجام بدم، به خاطر همین سعی کردم که مولتی تاسک این دوره رو سپری کنم. و اینکه این تأثیری هم داشته در آینده شغلیتون؟ خیلی، چون به خاطر اینکه اتفاقا اگه حالا تو بحث اول بخوایم در مورد رزیدنتی صحبت کنیم، همیشه اساتید طالب دانشجویی هستن که به هر حال
خودشون رو نشون داده باشن، خیلی دیده شده باشن، هم از نظر اینکه ببینن کار اجرایی بلدن بکنن، قدرت بیان دارن، فعالیت‌های جانبیشون به چه صورته. چون به هر حال وقتی وارد دوره رزیدنتی میشی باید همکاری با اساتید خیلی بیشتر میشه، بتونی هم نقش اجرایی داشته باشی، هم به عنوان تدریس روی بچه‌های رزیدنتی حساب میکنم. به هر حال دیده شدن و اینکه فعالیت‌های اجرایی رو داشته باشی، میتونی حتی از اساتید یه توصیه‌نامه خیلی خوبی هم دریافت کنی که توی مهاجرت به دردت میخوره و این کار اجرایی باعث میشه که یه اینترکولابوریشن پیش بیاد بین دانشکده ها با بچه‌های داروسازی دانشکده دیگه آشنا میشی، دامنه ارتباطاتت گسترده میشه. بعدا که میخوای وارد محیط کار بشی، خب افراد آشنا خیلی میتونن برات چاره‌ساز باشن و به کمکت بیان. درسته، خیلی ممنونم. من که فرمودین رزیدنتی، سوالی هم که هستش اینه که خب از نظر شما این که نفر ادامه بده داروسازی رو به سمت تحصیل در تخصص بره، به درد چه کسی میخوره؟ همه باید برن یا چه چیزی باید وجود داشته؟ ببینید بحث رزیدنتی حالا نمیدونم الان افراج و رویکرد تغییر کرده یا نه. زمانی که ما می‌خواستیم رزیدنتی بخونیم در واقع اینطوری بودش که رزیدنتی تو داروسازی برخلاف رزیدنتی تو پزشکی در واقع اینطوری نیستش که سطح پروفشنال کاریت رو تغییر بده. در واقع تو با همون دوره داروسازی عمومی هم میتونی تو صنعت به رده‌های شغلی خیلی مناسبی دست پیدا کنی. در واقع گفتن رزیدنت و گرفتن رزیدنتی توی داروسازی به معنی کسب یه اسکیل جدیده. خیلی نباید انتظار داشته باشی که با دریافت مثلا دانشنامه تخصصی اگه نخوای توی محیط دانشگاه به عنوان مثلا هیئت علمی فعالیت کنی، خیلی نباید انتظار داشته باشی که جایگاه شغلی خیلی بالاتری نسبت به داروساز عمومی پیدا کنی. این یه بحثیه. ولی خب همیشه این ارق و این نیاز این که آدم دوست داره تو علم به جای بالاتر برسه همیشه تو همه هستش دیگه. بعد مخصوصا بعضی از این رشته‌های داروسازی که در حین دوره عمومی وقتی که مثلا واحدش رو پاس می‌کنی خیلی بر جذابیت پیدا می‌کنه، بدون اینکه درک درستی از فضای کاری آینده شغلیش داشته باشی، ضوابط قانونی که توی جامعه برای اون دورای تخصصی مطرحه. خب این دیدار رو اولش خیلی نداری و صرفا به خاطر اون بحث علمی و اون علاقه‌ای که به ماهیت رشته داری وارد دوره رزیدنت میشی. ولی توصیه‌ای که دارم اینه که دوستانی که میخوان وارد دوره رزیدنتی بشن، اولا اینکه آیا یک گپ تحصیلی بین دوره عمومیش و رزیدنتی بیفته، به این فکر کنن. اگه پسر هستن در مورد سربازی، اگه دختر هستن این گپ تحصیل آیا به نفعشونه که دوره طرح عمومیشون رو بگذرونن، دانشنامه عمومیشون رو آزاد کنن، یا اینکه میتونن استریت برن دوره رزیدنتی رو بخونن. خب اینا چالشاییه که باید برای خودشون حل کنن، چون به هر حال دوره رزیدنتی یه دوره‌ایه که بین 5 تا 9 سال ممکنه طول بکشه. تو این دوره ممکنه اتفاقای زیادی بیفته، از نظر اقتصادی فرد تحت تاثیر قرار بگیره. دوره‌ای نیست که راحت واردش بشی و راحت انصراف بدی. پس باید یه سری چالش‌ها رو برای خودت در نظر بگیری، ببینی که واقعا از نظر اقتصادی اینطوری کشش داری که 6 سال 5 تا 9 سال از عمرت رو تو دوره رزیدنتی بگذرونی و درآمد یه داروساز عمومی بودن رو در نظر نگیری و کنار بذاری. خب اینا اینطوری خیلی به نظر من باعث میشه که تصمیم منطقی تری بگیری. خیلی ممنونم. و اینکه فرمودین یک سری اسکیل ها رو خب بالاخره کسب می‌کنن در این دوره، حالا یک مقداری هم نزدیک بشیم به رشته خودتون، تخصص خودتون. بحث کلینیکال ترایل خب ما می‌خونیم در درسامون که خب یه پروسه بسیار مهمه برای کشف دارو، برای دادن دارو در جامعه به مردم. یه توضیح میدین که این تخصصی که گذروندین دقیقاً دیدگاه شما به کلینیکال ترایل چیه؟ ببینید تو دوره رزیدنتی که تحصیل میکنید در واقع بیشتر درگیر حالا مشاوره دارویی و کمک به تجویز بهینه دارو برای بیماران هستی، یعنی رویکرد بیمار محور داری. خیلی درگیر این نیستی که وارد پژوهش بشی، مگه اینکه مثلا به رغم علاقه خود فرد از ترم اول رزیدنتی بیان و همزمان به موازات دوره تحصیلشون کارهای کلینیکال ترایل انجام بدن. ولی جایی که با کلینیکال ترایل روبرو میشی دوره پایان نامه هستش. معمولا دوره پایان نامه داروسازی بالینی بیشتر در قالب کلینیکال ترایل
انجام میشه. ولی در واقعیت کلینیکال ترایالی که تو دوره پایان نامه انجام میشه با کلینیکال ترایالی که واقعا تو صنعت انجام میشه خیلی متفاوته. در واقع هدف کلینیکال ترایال تو صنعت همون انجام فاز 3، یعنی تو فاز 3 دارو وقتی که حالا خب ما به هر حال کشوری هستیم که داروهای پتنت تولید نمی‌کنیم، ما بیشتر داروهای بایوسیمیلار تولید می‌کنیم، یعنی داروهایی که خب مشابه خارجی هستن، داروهای برند خارجی هستن که مورد تایید وزارت کنن و ما باید از نظر سیفتی و افیکیسی این داروها رو تایید کنیم که معادل داروهای برندن. خب ضابطه‌ای که توی قضاداری وجود داره اینه که این داروها برای ورود به بازار باید از نظر سیفتی و اثر بخشی تایید بشن که با داروی برند برابری میکنن یا حداقل از اون کمتر نیستن. بخاطر همون یه سری مطالعات کلینیکال ترایال طراحی میشه و در این مطالعات کلینیکال ترایال هم ارزی حالا داروها با داروهای برند مورد تایید ارزیابی میشه. یه دوره داروهای کلینیکال ترایال داریم که بعد از ورود دارو به مارکت انجام میشه که حالا بعضی از این کلینیکال ترایال با ترم پس هستش، یعنی پست مارکتینگ سیفتی اسسمنت که در واقع بعد از اینکه دارو وارد مارکت و بازار دارویی شد قراره که پایش بشه و ببینیم که آیا سرنوشت این دارو به طرزی هست که همچنان اثر بخشش نسبت به عارضش بچربه یا نه و به خاطر همین از نظر سیفتی توسط شرکت دارویی حالا بر اساس طراحی مطالعه خاصی یا صرفا مطالعه ابزرویشنال بررسی میشه. یعنی واقعا کلینیکال ترایل یه مبحث خیلی بزرگ و پیچیده انواع داره، میتونه مشاهده‌ای باشه، مداخله‌ای باشه، ستینگاش میتونه متفاوت باشه، یعنی اینکه اینترونشنالش به این صورته که حالا با در کنار پلاسبو باشه، در کنار داروی استاندارد باشه. به هر حال یه دنیای خیلی بزرگیه که اون کسی که میخواد واردش بشه به هر حال نیازه که یه سری پیش نیازها رو بگذرونه که بسترش هم تو کشور فراهمه. یه سری مؤسسات حالا آندر لایسنس دانشگاه‌های علوم پزشکی طراحی شدن که به افرادی که توی این زمینه میخوان فعالیت کنن آموزش‌های لازم رو بدن. خیلی ممنونم. و سوال بعد اینه که داروساز در حین اینکه داره دوره عمومیش رو میگذرونه تحصیلات دیگه‌ای میتونه دنبالش حالا فقط دوره‌هایی بگذرونه در این حین به دردش میخوره؟ طبیعتاً بله، به خاطر اینکه به نظر من وقتی وارد دوره تحصیل توی دوره عمومی داروسازی دکتر عمومی داروسازی میشیم از همون اول باید ویژن و میژن خودمون رو در نظر بگیریم، ببینیم چه آینده شغلی برای خودمون متصوریم. آیا دوست داریم بریم تو کار اجرایی همکاری کنیم، بیزینس خودمون رو داشته باشیم، مؤسسه یه داروخانه باشیم، یا تو کارهای تیمی و پروژه محور و پژوهشی شرکت کنیم. بر اساس حالا اهدافی که برای خودمون در نظر میگیریم خب یه سری مهارت‌ها پیش نیاز داریم، یه سری اسکیل‌ها رو باید کسب کنیم. بهترینش اینه که واقعا اگه دوست داریم بریم وارد کار تجاری بشیم، کار بیزینس بکنیم، شرکت تأسیس کنیم، خب بهتره که توی این مرحله یه سری اسکیل‌ها رو کسب کنیم. بخاطر که دوره عمومی خیلی فرصت خوبیه که دغدغه‌های کمتری داریم و بخاطر اینکه الزامی نداریم که شغلی برای خودمون انتخاب کنیم که ساعت زیادی از روز رو به خودش اختصاص بده و دوره فراغت خیلی بیشتری داریم. خب پس اگه می‌خوایم وارد کار اجرایی بشیم یه سری دوره‌های مدیریتی به اسم MBA DBA هستش که هم توسط سازمان‌های مورد تایید فنی حرفه‌ای هم توسط خود دانشکده‌ها برگزار میشه. دانشکده مدیریت ها تو دانشکده شهید بهشتی تهران، دانشکده داروسازی خودش تهران ترمی داره به اسم MBA فارما که در واقع مدیریت کسب و کار تو زمینه داروسازی هستش که اول مباحثی که مطرح میکنه یه دوره MBA جنرال در نظر میگیره و بعد مباحث تخصصی رو تو فارما ارائه میده که خیلی دید خوبی میده در زمینه بازاریابی، در زمینه فروش، در زمینه مدیریت استراتژی و خیلی فراتر از اونها تو مارکتینگ، تو تبلیغات، چیزهایی که مناسب اینه که یه فرد در آینده شغلش اگه به عنوان مدیر بخواد کار کنه یا اصلا کلا فعالیت اجرایی داشته باشه بتونه از این مهارت‌ها استفاده کنه. اگه میخواد واقعا وارد تیم پژوهشی بشه، آینده پژوهش محور رو برای خودش در نظر گرفته، خب بهتره یه سری دوره‌ها رو در نظر بگیره. همین دوره‌های کلینیکال ترایال که توسط حالا سازمان‌های تابع دانشکده‌ها
برگزار میشه. بعد خود مجموعه 13 آبان دوره خیلی زیادی رو در مورد فارماکوویژیلنس، دوره هایی که مربوط به ایمنی دارو هست، اگه بخوای تو مارکت وارد بخش مدیکال بشی اینا خیلی میتونه به کمک کننده باشه. یا دوره هایی که تحقیق پژوهش گذاشته میشه، نحوه نوشتن مقالات، سیستماتیک ریویو، نحوه نوشتن مقالات، مطالعه مقالات، یعنی اینکه چطوری ارزیابی کنیم مقالات معتبر به چه منوال هستش. همه اینا دوره هایی هستش که میتونید سپری کنید. در عین حال من واقعا توصیه میکنم که توی دوره تحصیل یه بالانسی هم بین زندگی روتین و زندگی علمی داشته باشین. سعی کنید از این دوره لذت ببرین. هرچی فرشتر فارغ التحصیل بشیم فرشتر هم وارد دوره کار بشیم، ولی هرچی استهلاک حالا تحصیلی میگن، نمیدونم ترمش رو درست گفتم، هرچی فرسودگی شغلی یا تحصیلی بیشتری داشته باشین خب خیلی هم نمیتونین تو آینده شغلیتون هم موفق ظاهر بشین. خب کنارش از کارهای تفریحی، دوره‌های ورزشی، دوره‌های فرهنگی هنری هم حتما استفاده بکنین، ولی این مهارت‌ها رو هم در اوقات فراغتتون در نظر بگیرین که یاد بگیرین. خیلی هم ممنون. و حالا با رعایت همه اینها یک بعد دیگه هم که خب دانشجو میتونه داشته باشه فعالیت خارج دانشکده. میتونه برید جای حالا کاری انجام بده. اینجور چیزا رو شما مثلا چجوری میبینید برای داروساز؟ متوجه شدم. ببینید واقعیت اینه که من همیشه طالب اینم که آدم مولتی تاسک باشه. دانشجویی که صرفاً بخواد درس بخونه در واقع هیچ مهارتی یاد نمیگیره. در واقع دانش در کنار مهارت و تجربه معنا پیدا میکنه. کما اینکه خیلی از بازارهای کار خواستار افراد ماهر هستن تا افراد با معلومات. و اینکه خب این چیزایی که ممکنه در حین تحصیل فرد بتونه هم به عنوان منبع اقتصادی هم به عنوان تجربه ازش استفاده کنه اینه که بیاد وارد بازار دارویی بشه، از شرکت‌های دارویی میتونه شروع کنه، تو نقش حالا مدیکال مدرب حالا به اصطلاح میگن MSL ظاهر بشه، نحوه پرزنت داروها رو به تیم درمان یاد بگیره، توی مارکتینگ میتونه نقش موفقی داشته باشه. اگه از کارهای تبلیغات سر در میاره تو کارهای تبلیغاتی وارد بشه. همین سوشال مدیاها بسترهای مناسبی برای کسب درآمد هستن. خیلی از بلاگرهای ما بلاگرهای داروساز هستن، میتونن از همونجا شروع کنن و شرکت‌های دارویی فعالیت داشته باشن، محیط داروخونه رو تجربه کنن. چون در کنار اینکه نه تنها منبع درآمدی برای خودشون پیدا میکنن، اینه که واقعا ببینن علاقهشون کدوم قسمت علاقهشون رو پیدا میکنن، تابع کار تو کدوم قسمت از بازار دارویی هستن. چون این تجربه محیط‌های مختلف به آدم یه ذهنیتی میده که بدون مسیر شغلی خودش رو تو آینده بهتر طراحی کنه. یعنی من بعد تجربه خودتون از ببینید قبلا واقعیت همیشه وقتی ما حالا بخوام گریزی بزنم به دوره داروسازی، خیلی موقع وقتی تو دوره داروسازی داری تحصیل میکنی بیشتر آینده داروساز رو تو داروخونه میبینی. یعنی اولین جا و امن‌ترین جایی که برای یه داروساز وجود داره همون داروخانه ها هستن. داروخانه ها بستر خیلی مناسبی هستن. هر داروساز هم هر کاری بکنه به هر حال داروخانه داری و مؤسس داروخونه بودن یه جزء جدایی ناپذیری از یه داروسازه. یعنی ممکنه این رو هم همیشه به عنوان یکی از فعالیتاش به همراه داشته باشه، ولی فعالیت‌ها خیلی گسترده تر از اونن. من خودم خب همیشه عاشق بعد تجاری و بیزینس بودم. تجربه‌ای که خودم داشتم MBA رو تجربه کردم، چه تو مؤسسه‌های مختلف چه تو بحث دانشکده MBA فارما رو خوندم. بعد از فارغ التحصیلم به دنبال این بودم که فعالیت‌های داروسازها در کجا میتونه شکل بگیره. یکی از این فعالیت‌ها بحث کارشناس رسمی دادگستریه که خیلی برای خود من جالب بود وقتی در موردش آشنایی پیدا کردم که ما داروسازها میتونیم وارد در کنار که تو تیم و حلقه درمان باشیم میتونیم در تیم و حلقه دادرسی و دادخواهی بیماران هم نقش داشته باشیم. خیلی از پرونده‌هایی که دارو محور هستن واقعا تیم قضایی نیازه که از مشورت یک تیم داروساز
داروساز بهره مند بشه که بتونه اون چالش پرونده رو خیلی خوب حل کنه و ما داروسازها میتونیم در دوره‌هایی که مختص کارشناس رسمی دادگستری یا آزمون‌هایی که داره، کارآموزی و کارورزی‌هایی که داره شرکت کنیم و در این حیطه تخصص پیدا کنیم و حتی گواهی کارشناس رسمی بودن رو هم کسب کنیم که یه منبع درآمد خیلی خوب میتونه برای داروسازا شناخته بشه. و همون بحث کار تو صنعته که همیشه متمایز هستش از کار تو داروخانه ها، خیلی گسترده است در دپارتمان های مختلف، در صنایع مختلف، از تولید ماده اولیه گرفته تا تولید فرآوردهای نهایی دارو، تو صنعت های های تک، تولید فرآوردهای ژنریک، در واقع زمینه‌های شغل خیلی متنوع و گسترده‌ای برای داروسازان وجود داره. خدا رو شکر من احساس می‌کنم داروسازا فرصت‌های شغلی خیلی بیشتری نسبت به بقیه تیم درمان دارن، یعنی میتونن در حوزه‌های خیلی متنوع و گسترده‌ای فعالیت کنن. خیلی ممنون. و به عنوان سوال آخر قسمت اول، به نظر شما نقش یک داروساز در ارتقای سلامت جامعه چیه؟ ببینید داروساز در واقع جزئی از یه حلقه درمانه. در واقع حالا بخوایم داروساز مستقر در داروخانه رو بگیم، در واقع اولین تیم درمانه که یه بیمار میتونه بهش دسترسی داشته باشه. گاهی اوقات مثلا تو آمارها میاد میگن که توی تراکم ترین شهرها یا توی مثلا کم امکانات ترین شهرها یک فرد میتونه ظرف کمتر از 20 دقیقه به یه داروخونه دسترسی پیدا کنه. پس دکتر داروساز میتونه نقش موثری داشته باشه که بیمار رو بتونه شناسایی کنه، حتی موارد خطر رو درک کنه و بیمار رو به موقع به تیم درمان ارجاع بده. حضور داروساز در تیم درمان بر اساس اصلا مستندات زیادی که وجود داره باعث کاهش هزینه‌های درمانی میشه. اگه یه داروساز بتونه وظیفه خودش رو، شرح وظایف خودش رو اونجوری که توی نظام سلامت براش تعریف شده رو به خوبی انجام بده، کامل میتونه بیماران رو توی تیم درمان به خوبی هدایت کنه، درمان بیماران رو درمان بیماران موثر باشه، هزینه‌های درمانی رو کاهش بده و حتی به عنوان یه بازوی مکمل برای پزشک در انتخاب بهترین دارو نقش داره. حتی بیماران، حتی پزشک، حتی داروساز توی بهداشت عمومی هم نقش خیلی مهمی داره. من حالا چیزی که فراموش کردم توی سال قبلی بگم، یکی از این دوره ها MPH هستش، در واقع مستر آف پابلیک هست، که در واقع دوره بهداشت حرفه‌ایه، در واقع دیدش جامع هستش و داروساز یا سایر تیم درمان مثل دندونپزشک و پزشک میتونه به عنوان مکمل توی این رشته هم تحصیل کنن. دید خیلی خوبی میده به خاطر اینکه ما با جامعه در ارتباط هستیم و بهداشت و سلامت جامعه برای ما خیلی مهمه و داروساز در داروخونه که به عنوان یه عرصه سلامت میتونه مطرح باشه در ارتقای سلامت جامعه نقش خیلی زیادی داره. توی حالا پیگیری و درمان بیماری‌های مزمن، توی بحث سلامت روان، سلامت جسم، ترک سیگار، رژیم غذایی مناسب، واکسیناسیون، همه تسکایی که توی بستر بهداشت عمومی توسط یه داروساز میتونه خدمت رسانی بشه. خیلی درست کردید دکتر. انشالله ادامه سوال‌ها که برمیگرده به قسمت تخصص بالین رو قسمت بعدی از خانم دکتر میپرسیم. خیلی ممنونم.